به سلام علیکم. شنیدیم میگن که اگر نگیم و نخندیم پیاز میشیم و میگندیم؟ ها، ما شنیدم. من یکی که اگر یک روز به ریشه ی آخوندهای بیدید نخندم پیر بشم. حالا بفرمایید کمی با هم بخندیم به این ریشه‌شان. مردم تابع غرب بودن، عده‌ای می‌رفتن اونجا درس بخونن. اونجا لوژهایی بود، جوانای ما را می‌بردن شستشوی مغزی می‌دادن، مثل ماها را مرتجع می‌دانستن. یعنی تمام استادای دانشگاه ما غربگرا فراماسون گرفتار تهاجم فرهنگی ناتوی فرهنگی شده. امام الگو شده برای اروپا و آمریکا. خیلی مهمه در این موضوع قدری صحبت کنم. صدیر سیروپی مرتی که دبنگ ای از اوناست که هر وقت اسب ببینه با حسرت یک نگاهی بهش میکنه، میگه ای کاش تحصیلاتم ادامه داده بود. به سقوط میره. یک تکه برنامه تلویزیون آخوندی با هم ببینیم. البته این احمد رضا پسر مشرفتر لافتوس که رفته بود شهر درس بخونه، او دستکاریش کرده. اعوذ بالعظما هو الشیطان الرجیم ففکر، یعنی فک بزن. نباید این مسئله مورد غفلت این یارو محمود بادمجون قرار بگیره که حمایت عظما از تو مطلق نیست. تو کی بودی؟ یک تاپاله؟ ببخشید تاپاله بودی تو شهرداری؟ این حمایت تا وقتی است که مثل کک تو قبای عظما نباشی. عظما چو علف مرا بچینم کردی، بادمجون دور قاب چینم کردی. آخوند شپشباز محل بودم من، در بیت تو خرچنگ ترینم کردی. جونم براتون بگه، دیروز مشحسن خیاط داداشزاده یا حاج تقی دندونکش آمده بود، میگو فکرش کردی اگر هر صنفی اعتصاب بکنه چی میشه؟ مثلا کارگرای شهرداری 1 ماه اعتصاب کنه، خب تمام شهر میشه پرد آشغال. اگه دکترها و پرستارا اعتصاب کنن دوا و درمون به هم میریزن. لولکش و سیمکش و بقال و نونوار رو خودتان حساب کن. اما جماعت آخوند امام جمعه 1 ماه که هیچ، 1 سال هم که هیچ کمه، تا آخر عمرشان اعتصاب کنن. دنیا میشه گلستان، همه جا میشه بهشت. آخرش هم سیتون یک عکس دارم از خط استارت مسابقه دروغگویی. از من خداحافظ. عکس ببینین، قرار ما بذاریم برای هفته بعد. این دوشنبه نه، 5 شنبه بعد.